همین حیات چی میخواهی از پروردگار چی میخواهی و از پروردگاری که ما را خلق کردگه از بنده هاش چی میخواهی؟ اولا الوی مهربون بنده الوی مهربون یک خونه بگیرم شون دیگه آرمان ندارم امر من خیرم اون تاریخ پادشاه میمونم بچه شوار هم خیلی خوبیه اگر خیلی خوب کنم آرامه جو اگر تاریخ خوب کنم تاریخ اگر بس کنم خوب کنم همین غلط میدم تاریخ شب هم خیلی خوب با خودش دونه من اگه اون تطرف فرد نمیکنم با خدا خواستم دشمنی مرا نتا داره دیدین الله را دیدی که الله چی قدرت ها داره تو حضور و اجدا من نمیخواه خوب میکنم برادر عزیز در مراجعتی داشتم با اکای حجی رحیم برادر اکا الله برکت تا خداوند در عمر جانت برکت تا که بسیار غم دادیم برادر اون اکای اسماعیل ما فکر میکنیم انشالله با هم رای خدا امین. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند خیر توتیا برادرای مهربان قرار داریم در جای هجامه خدمون اکای جمشید شما میدونه که در افیری ما بود در کانال بابای کی بود توش تاکسی و کانال اکای اپای سروینوس یعنی این پدر روز خودش گاو میزنه مسئله چی کسل است چیکار کردگه برای چی سوم در کار شاید درسته پراتر التماس خواهش میکنم تا آخره به خاطر خدا گوش کنی با دقت خدمت خیر میکنی الحمدلله نمیکنیم التماس حرکت که فایده نمیرسه زلال نرسون بابا لنگری از خانه بتیم من ان شاء الله با دلچی گاو میزنیم السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین صحت سلامت هستین برادر عزیز احوال اکرمون دیدستین احوال برادرمون دیدستین برادری که دیدستین در برش بچه اکشای یعنی که فرزند همین برادر هستی برادرمون 4 فرزند داشته انشالله که خودش گپ میزنه و از هر یک و یک شما خواهش میکنیم که همین نوار ما را پیگیری کنین دستگیریش کنین پهن شود تا در دیگر برادران دریا و رفیقاتون هم حتی مقصد یعنی که برادر عزیز پرت این که همین نوار ما پهن شود برادر جانو برای یک کامنتاری او برای یک لایک خواهش میکنیم که کوشش کنین که همین دا بسیارتر شود این نه همین دا بسیارتر شود پروستا سوزش دل همه اکر شما ببینین گوش کنین بعد برادرای عزیز دلشش با انشالله که گپ میزنیم فقط از شما خواهش میکنم برادرای مهربان از می لایک کامنتر شما یگم چیز ما در نمیرسد پروستا خوبیش در همه که الحمدلله که همه نوار ما با آدمای درکوری یعنی که برادرای درکوری میروان میرسن انشالله حاج اکرم گپ میزنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من خود جمشید رجبویش شهروند جمهوری تاجیکستان بیماری پارکینسون هستم از سال 2018 مرا احوال من بد کرده صاحب 4 فرزند نابالغم ای برای الو برادرو اکا و درو پا خواره اردم کنین بعدی سرم عمرم کم مونده همه فرزندم دیا آبادی خونه بخرم مقصد زندگی کنم الو ای همه روزی باشه خداوند پدر مادر روزی باشه رحمتی خدا بسرتون السلام علیکم و رحمت الله رحمت دیگر ششم میجه خگب زنم میتونم بخشیش از برای الله برادر عزیز حال اکر مقصد دیدستین که در چی حالت است اکر شرالی اگون گپ بگو بعد ما گپ زنم بود السلام علیکم برادرها اپا و خارا انشالله که همه کسا خوبه چقدر که برادرمون اکای بابا جام اکای لنگری گفت این برادرمون اکای جمشیده یا چند ماه پیش ویدیوهاش برآمدگی بود در کانال ما الحمدلله هزار رحمت برای دستگیریاتون که ما را باوری میکنه و مردم نیازمند خیر اختانه میرسونه هزار رحمت برادرمون در همین پلاژنیای به خاطر الله به خاطر روز قیامت به خاطر فرزندکاش 1 روبل 10 روبل خیر اختانه بگذرانه انشالله که بهترین میشود برادر عزیز وعده پروردگار که یک دادی 10 میتین به همون خاطر برادر عزیز یک کمک دیگه یک دستگیری دیگه به خاطر الله و به خاطر فرزندکاتون انشالله که بهترین میشود این شیر بچه را در ما خیلی دسته فرزند همین اکای انشالله که روز روز همین هم کلان میشود
انشالله همیم با مردم خدمت بله همیم در خدمت مردم انشالله به همون خاطر برادر عزیز هر یه رو که خیر میکنن به خاطر الله خیر کنه انشالله بهتر میشوه کدومایی که کمک کردن نمیتونه برادر عزیز گپ قبیح ننویسه انا این ویدیو را ماکسیمالی دستگیری کنه رویش کنه در یور دوستاتون که همین دستگیری خشونه دیگه برادرها اپا و خارو برسونن در این برادرها السلام علیکم برادرمون اکای بابای لنگری کلشی گپ میزنه اکا میگفتی که چی میخواهی در می حیاتی که دیده استایش من میخواهم همین برادرها خطا گوش کنن خطا بفهمن ما حوض خطا در زمین اجازت میتی که بمونم چی میخواهی؟ ما همین حیات دا چی میخواهی؟ از پروردگار چی میخواهی؟ و از پروردگاری که ما را خلق کردگه از بنده هاش چی میخواهی؟ اولا الوی مهربون بندوی الوی مهربون همشه دستگیری میکنن من میدونم خیر کنن خداوند هر یک خیری که به ما میکنن فرد روزی قیامت الوی مهربون هر شمیتا برکت شمیتا همین گلکای میده دارم یک خونه بگیرمشون دیگه آرمان ندارم اما من خیلی نمونده برادرها در دوام همون نوارا متقاضی چند سوم جمع شده بود 111,000 تومان 111,000 تومان جمع شده بابا بالا یک خونه چند سوم کی خونه 350 هم خیلی ہے هم دوشنبه ده شما 350,000 تومانی در بابا بابا این از زمین دمونن حالت خوب ما بینن برادرها ببینه که وضعیت پدر در حقیقتا وزمین است یعنی که حالم اینم تاره پدرشم میمونم شوار هم خیلی خوبیه اگر خیلی خوب کنم پارم میجون اگر خوب کنم اگر بس کنم خوب کنم این همین غلط میرم تاریه شو هم خیلی خوب نه شو هم خیلی خوب این هم باید شما همین یکان شوخی نیست که ما مسخره بازی کنیم در حقیقتا این همین بستم کم خدمت همین رسمهای رو اکران همین بیا این نزدیک ببینیش خودش نگاه کنین برادرایی که دشنام حقارت میکنین امروز این روزا چی گپ هایی نمیگین این روزا چی تهمت هایی نمیکنین حالا این برادر را ببینین از خدا شرم کنین از خدا بترسین که خدای نکنه و نکنه دردی همه از هر تو نبی یا با خودش دونه من یکون تطرف فرم نمیکنم با خدا خواستم دشمنی مرا نتا حالی برادر را دیدین الله را دیدی که الله چی قدرت ها داره تو حضور و اجدا من نمیخیر خوب میکنم این نمیخیر اگر خوب کنم و ترین بیجم بونم تو مورا گرده شیش تمام کدگیه از برای الله کمک کنه انشالله ده حتما دوام میکنم برادر عزیز در مراجعت داشتم با اکای حاجی رحیم برادر اکا الله برکت تا خداوند در عمر جانت برکت تامو خطا کو بسیار غم دادیم برادرمون اکای اسماعیل ما فکر میکنیم انشالله با امر خدا همین نوار ما که برسه خدا کند که همین برادر یک خبرش میگیرین ما باور که برادر عزیز همین خیلی شد ختم قریب یک ساعت شد ختم است همین فقط سخنش همیه که یک خونه ایکنیم که همین فرزندم زندگی کنند بعد مردم توکلم به خدا ما ندارم دیگه داتی رحیم جان اسماعیل جان دوام میکنم داتی کلی اپا و خواره و اکا و دو درو که یاردم از برای الله میکنم خداوند دیگه اباتون باشه انشالله که برکت گوید خدا کند که انشالله برکت شه از الله انتظار باشین الله مهربان ما برادر ما دیگه نمیدونم چی بگم درد به همین برادر الله داده است باید به هر یک کدیم ما و شما در شه برادر عزیز هر یک کاری که میکنیم به خاطر الله کنیم برادر عزیز کمک میکنیم به خاطر الله کنیم به خاطر نه ما بکنیم نه به خاطر اکای بابا جان نه به خاطر بابا لنگری به خاطر الله کنیم انشالله اجرش الله میتیه به همون خاطر برادر عزیز یک دستگیری میکنیم قوتی داشتم کار میکرد اون زلن نفروختم سامسا بانم نفروختم سامسا دیگه خوار نمونده دیگه شیشتا نمیتونم مخی شخصا که بگه که چوه توابت نمیتونه یعنی که همون بیماریش گذرونده همون حالتوی که بعد لیچینی میکرد مبلغ نیفت ام خودم داد گذرون خسرش متاسفانه
اما حاضر فقط آرزوش که پیش از مرگ پروردگار اماش درست کنه صاحب یک خانه‌چنگ فرزندوش کنه. الحمدلله خیلی اسون جمع کرده است. 114,000 تومان. کارتاش هم میمونیم، کارتای تینکوفش هست، کارتای زبربانکش هست، دوشنبه سیتیش هست. ایشالله با هم رای خدا اکای جمشید جان ایشالله با هم رای خدا نوار تا تماشا میکنن نکوی هست. هر کامی که من خیر سخوات میکنن الو ده همه دنیا خیروش بگردون دو دنیا گذشته باشه مغفرت تا فرزندش قاری قرآن کنه الو مهربان هر خیری میکنه برکت بیوه برکت بیوه رحمت رنجون اسمال برکت بیوه بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله. بچه‌ای که مغازین داره از باره خود به طرف نبسته سومی زیادتر پرته برابر مهاجری دستورکه کار می‌کنم 500 روبل 200 روبل الحمدلله چند قیمت پرته اما سرجم شه التماس بچه‌ای لوبلینا صدوات فوسیتی یوجنی وروتا کسی باور نداره رقماش هم بیا از نزدیک ببینه صاحب یک خونه‌شش کنیم این پدر از این مسکو خنک بگیریم رویش کنیم برای تا این فرزندوش چیکار کنه صاحب یک چی میگه کلبه کنه آمین نمرم بگم این نمرات همه نویسونیم انشالله. نمرم 57 977 426 59 10 چند ساله ایخدن؟ تینکوف دارم که بربند دارم تقا یک مینور. چند ساله؟ 14 ساله. چند ساله دادن؟ 14 ساله 14 ساله. 14 ساله ها؟ پدر تخش رو نگاه میکنی؟ بله خدا دای دنیا و دنیا فرزند برکت تا الله ای روزی باشه. میدونی که جنتی تنیم پدر تای. خب خبرگیره کلا بگرده برکت بیاوه. خشو نگاش که انشالله با هم رای خدا همینجا برادرایی که تجارتمند هستن انشالله اکای رحیم جان اکای اسماعیل هستن برادرایی که خدا خواهد دستگیری میکنن انشالله داخل کوچه نمیمونی انشالله ما مردم توجیک داخل کوچه نمونده بودیم این نمیمونیم انشالله با هم رای خدا برای وقت دوی پدر بگید خوش به حالت باور که خوش به حالت رحمت برکت بیاوه. برادرم ما الان شاهده که ما دیگه نمیدونیم چی بگم حالتی را ما دیده استم خواهش میکنیم دستگیریش کنیم دا اکود هم نگروز که نشوه انشالله که اکود نگروز که نمیشوه مقصد یعنی که برادر عزیز دستگیری کنین با 1000 روبل 2000 روبل هیچ جمون کم نمیشوه انشالله رحمان همین حاجی رحیم جان همسال من 79 انشالله رحمان ما همسین خوش میشم همسالش میشم ای الله خود امیدوارم که من را دستگیری میکنه از برای الله انشالله میکنم زیغ نشه صاف زیقی نکه انشالله با شنبه سیتی هم دارم 975 19 01 19 نصر ما رستموه همون برادرایی که به قدر پدر و مادر نمیرسه برادرها نگاه کنه که خداوند پدر مادر شما رو عینه روزا نگاه می‌داره. باور کنه برادر به قدر پدر و مادر برسه شکرانه الله کنه که الله مهربان پدر و مادر سالم و صالح نصیب کرده در هر یک قدم ما شما. باور کنه برادر عزیز این برادرمون میگن که پدر خوب شوه خوبونیش کنه که این داره که ما الحمدلله همین پدرش که زنگ میزنیم دبرش خستن خواب رفتن هوش کردنش همش در این کودکه 14 ساله بعد پسنه الله برکت شد برکت شد فرزند انشالله زیغ نشه باوری کامل خطی انشالله با هم رای خدا ده حق یک ها دو کن انشالله کار تابود میکنن باوری خطی هر یک خیری میکنن الله خیرش را قبول کنه پدر مادر روزی باشه برکت بیابین سلام علیکم برادر خدا نگهبان تون باشد در امان الله باشین نو را پاهن کنین. سلام علیکم.